با درود خدمت دوستان عزیز، با یک برنامه خبری تحلیلی دیگه در خدمتتون هستم. امروز پنجشنبه 9 بهمن 1404 و 29 ژانویه 2026. امیدوارم که تا این لحظه از روز ساعت خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و در ادامه ساعتهای خوبی رو هم در پیش داشته باشید. اما امروز میخوام به یک موضوع بسیار مهم بپردازم در کنار خبرها و اون هم اینه که آیا مردم ایران باید مسلح بشن در اعتراضات آینده یا خیر؟ آیا مسلح شدن مردم به نفع مردم یا به ضررشون؟ و اینکه اگر مردم مسلح بشن چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در کنار اون موضوعات خبری رو هم خواهیم داشت که در ابتدای برنامه بهشون به صورت خلاصه خواهم پرداخت. اما بریم وارد خبرها بشیم. طی چند ساعت گذشته خبرهای بسیار مهمی منتشر شد از اینکه فرانسه، اسپانیا و ایتالیا موافقت کردند در اتحادیه اروپا که سپاه پاسداران رو هم بالاخره عضو گروه‌های تروریستی معرفی بکنند. این سه کشور قبلا مخالف بودند در اتحادیه اروپا و وزرای خارجهشون مخالفت میکردن، برای اینکه در اتحادیه اروپا همونجور که هفته گذشته در مجلس اتحادیه اروپا تصویب شد که سپاه پاسداران باید در گروه‌های تروریستی قرار بگیره، اما برای اینکه این به صورت الزام آور بشه باید تمام رؤسا وزارت‌های خارجه کشورهای اروپایی موافقت بکنن با این موضوع. ولی تا به امروز در سری‌های قبلی که این اتفاق افتاده بود، وزرای خارجه فرانسه، ایتالیا و اسپانیا مخالف بودند. اما طی 24 ساعت گذشته این سه کشور و وزرای خارجه این سه کشور حداقل رسما عنوان کردند که از قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی استقبال میکنن. و قبل از اون هم نخست وزیر آلمان هم عنوان کرده بود که باید سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی قرار بگیره که باید ببینیم طی ساعت‌های آینده که جلسه قراره در شورای سیاست خارجه اتحادیه اروپا برگزار بشه آیا تصویب میشه این موضوع، چه کشوری مخالفت میکنه، چون قراره امروز راجع به این موضوع صحبت بشه، رأی گیری بشه و بعد مشخص میشه چه کشورهایی در اروپا در کنار مردم ایران ایستادند و چه کشورهایی در کنار جمهوری اسلامی. ما یادمون نخواهد رفت که کشورهایی که در این برهه حساس کنونی با جمهوری اسلامی همکاری بکنند بد خواهند دید و در آینده ایران جایی در مذاکرات و معادلات سیاسی و اقتصادی نخواهند داشت. پس باید این کشورهای اروپایی بسیار حساس باشند نسبت به تصمیمی که امروز خواهند گرفت در اتحادیه اروپا. چون فکر میکنم که برای مثال بخوام بگم که چه اتفاقی ممکنه براشون بیفته، اتفاقی که روز گذشته حالا اکانتی به نام هدا بیوتی، حالا من خیلی آشنایی چندانی هم با این برند نداشتم، انگار یک برندی است که ایرانی عراقی هست، معروف شده به خاطر محصولات آرایشی و بهداشتیش، ولی به خاطر دفاع یا استوری که فقط در دفاع از جمهوری اسلامی و تخریب شاهزاده رضا پهلوی گذاشت، در کمتر از 24 ساعت یک کمپینی به وجود اومده بر علیه محصولات آرایشی بهداشتی این برند هدا بیوتی که حتی خواسته شده از فروشگاه‌های معتبری مثل سفورا که لوازم آرایشی بهداشتی در سراسر دنیا میفروشند محصولاتش جمع بشه. حالا باید ببینیم که این اتفاق خواهد افتاد. اگر این اتفاق بیفته یک گام بسیار بزرگ برای ایستادن در مقابل مزدوران جمهوری اسلامیه، چرا که هر کس، هر فرد، چه ایرانی چه خارجی که بخواد در کنار حکومت جمهوری اسلامی بیسته و به مردم ایران خیانت بکنه همدست با قاتلان ملت ایران هست و در مقابلش مردم ایران خواهند ایستاد. در نتیجه
این اقداماتی که حالا سپاه کشورهای اروپایی میخوان انجام بدن برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی و از اون طرف حمایت نکردن حالا سازمان‌ها، شرکت‌ها و گروه‌ها از جمهوری اسلامی باعث میشه که جمهوری اسلامی روز به روز منزوی‌تر بشه و بالا بردن هزینه برای دفاع از جمهوری اسلامی میتونه کارساز باشه برای اینکه ما مردم ایران به اهداف خودمون برسیم و این به نظر من مهمترین اتفاقیه که میتونه رقم بخوره. اما موضوع بعدی که باز در همین رابطه قرار گرفتن نای سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی و جالبه، عربستان سعودی امروز اعلام کرد به طور رسمی سپاه پاسداران رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار داده و درخواست کرد از سایر کشورهای عربی که این کار رو بکنن. قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی به منزله نابودی جمهوری اسلامی، چرا که تا به امروز جمهوری اسلامی با دفاع بر این عنوان که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وظیفش دفاع از جمهوری اسلامیه، اگر که کشوری یا گروهی این سازمان سپاه پاسداران رو در گروه‌های تروریستی قرار بده به معنای اینه که جمهوری اسلامی رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار داده، چرا که هر کس که با جمهوری اسلامی کار بکنه عملاً در حال کار و همکاری با سپاه پاسداران هست، چون بازوهای اقتصادی جمهوری اسلامی در سراسر دنیا زیر نظر سپاه پاسدارانند. بازوهای حالا غیر سیاسی جمهوری اسلامی در خارج از کشور هم متعلق به سپاه پاسدارانند. پس هر کسی که بخواد با جمهوری اسلامی به هر شکل، چه از لحاظ سیاسی و دیپلماتیک چه از لحاظ اقتصادی همکاری بکنه با این کشوری که الان زیر سلطه جمهوری اسلامی، موظفه که با سپاه پاسداران کار بکنه، چه از نظر اقتصادی چه از نظر سیاسی. پس قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی و حذف بازوهای سیاسی و اقتصادی سپاه در اون کشورها به منزله اینه که دیگه نمیخوان با جمهوری اسلامی هیچ گونه مبادلات اقتصادی و سیاسی داشته باشن، چرا که تمام بازوان که در اون کشورها کارهای حالا جمهوری اسلامی رو پیش میبرن اعضا و افرادی از سپاه پاسداران هستند. پس این موضوع بسیار مهمیه و اینکه سپاه پاسداران امروز در اروپا به عنوان گروه تروریستی شناخته بشه، یعنی جمهوری اسلامی در اروپا سقوط کرده و عربستان که الان سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار داد، اگر این روند در کشورهای عربی طی ساعات آینده و حتی روزهای آینده ادامه پیدا بکنه و کشورهای بیشتری سپاه رو در لیست گروه‌های تروریستی قرار بدن، باعث میشه که جمهوری اسلامی از اینی که الان هم هست ضعیف‌تر و منزوی‌تر بشه. همونجور که میدونیم دلار هم نسبت به این اتفاقات از روز گذشته واکنش نشون داد. دلاری که تا پریروز 2 روز قبل روی 145,000 تومان بود، روز گذشته به 160,000 تومان رسید و الان 165,000 تومان رو رد کرده و تا پایان امروز احتمالاً به 170,000 تومان خواهد رسید. یورو به بالای 195,000 تومان رسیده و همه این ارقام در حالیه که روز به روز دارن رکوردهای جدیدی رو میزنن و این یعنی فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه بازوان جمهوری اسلامی در هر زمینه‌ای در حال قطع شدن هست. اما یک خبر دیگه هم که باز اومده بیرون طی چند ساعت گذشته، آکسیوس از منابعی که در کاخ سفید داشته عنوان کرده که ترامپ به جمهوری اسلامی ضرب العجلی 24 ساعته داده برای تسلیم شدن، نه برای اینکه بخواد مذاکره ای رو انجام بده، وارد مذاکره، برای تسلیم شدن. تسلیم شدن به چه معنا؟ به اینکه نیروهای نظامیش رو
از نظر هسته‌ای برنامه هسته‌ایش رو به طور کامل متوقف بکنه، ساخت موشک بالستیک خودش رو به طور کامل حذف بکنه، متوقف بکنه، حمایت از گروه‌های نیابتیش رو به طور کامل متوقف بکنه، اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و حکومت خامنه‌ای باید گذار پیدا بکنه به یک حکومت مردمی. این شروط تسلیم شدن جمهوری اسلامیه که ترامپ براشون مشخص کرده. در نتیجه این اگر حالا تسلیم شدن طی 24 ساعت آینده توسط خامنه‌ای که بعید میدونم تایید بشه و قبول بشه، حالا بگن که ما وارد مذاکرات شدیم، نگن که چه اتفاقی داره میفته، به معنای پایانی است بر جمهوری اسلامی، ولی بدون شلیک حتی یک گلوله. ترامپ در قبل از جنگ 12 روزه هم به جمهوری اسلامی التیماتوم داده بود. جمهوری اسلامی اون التیماتوم رو بهش توجه نکرد و بعد از اون دیدیم که به محض اینکه زمان التیماتوم به پایان رسید، اسرائیل وارد عملیات نظامی شد و بعد هم آمریکا اومد، زد و رفت و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو عملاً بعد از اون عملیات نظامی بستن. گفتن ما تمام برنامه هسته‌ایتون رو زدیم، اگر برید دنبالش دوباره میایم میزنیم. که دیدیم که خود پزشکیان، رئیس جمهور جمهوری اسلامی هم اومد گفت خب ما اومدن زدن، خب ما باز بریم بسازیم، بازم میان میزنن. یعنی عملا قبول کردن که دیگه برنامه هسته‌ای بعد از زدنشون در توسط آمریکا سودی نداره. الان هم ترامپ گفته 24 ساعت زمان داریم اگر که تایید بشه، چون این پیام خبر به نقل از شبکه خبررسانی اکسیوس هست که حالا گفته شده بر اساس افرادی رو که درون کاخ سفید دارن این خبر رو کار کردن، ولی خب حالا اگر که کس دیگری من تاییدی ندیدم، خود ترامپ هم تو تروث سوشال خودش در این مورد صحبتی نکرده، ولی اگر این خبر صحت داشته باشه و همون جور که اکسیوس گفته ضرب العجلی 24 ساعته برای تسلیم شدن به جمهوری اسلامی داده شده باشه، بندهای تسلیم شدنش رو قبلا ترامپ در به صورت پراکنده در تروث سوشال خودش عنوان کرده که چه بندهایی هست برای تسلیم شدن و اینکه الان ضرب العجلی هم قرار دادن برای اینکه تسلیم بشه جمهوری اسلامی، میتونه اتفاق مثبتی باشه برای اینکه انتظار ما برای اینکه وارد مرحله بعد از تجهیز یا اینکه چه زمانی قرار این حمله صورت بگیره مشخص شده که 24 ساعت هست. حالا آیا حمله توسط آمریکا مستقیما اجرا میشه یا باز هم توسط اسرائیل آغاز میشه و بعد با ورود آمریکا ضربه نهایی زده میشه؟ سوالاتیه که باز هم میشه بهش پرداخت و تحلیل کرد. من روز گذشته در تحلیلی که داشتم گفتم که پیشبینی من اینه که اسرائیل آغازگر حمله نظامیه، مگر اینکه آمریکا و تیم ترامپ راهی رو پیدا بکنه که بتونه در بازه زمانی کوتاهی، همون اتفاقی که در با ونزوئلا و مادورو افتاد، بتونن ظرف چند ساعت وارد بشن، خامنه ای رو یا بکشن به طور 100% با اطمینان 100%، یا اون رو به صورت زنده دستگیر بکنن. اگر این اتفاق رو بتونه آمریکا رقم بزنه در ظرف چند ساعت و بدون شکست با پیروزی 100%، این کار رو آمریکا خواهد کرد. ولی حتی اگر 1%، دقت کنید، حتی اگر 1% اطمینان نداشته باشن که این حمله با موفقیت به پایان خواهد رسید، مطمئناً آمریکا پیش قدم جنگ نمیشه. اسرائیل رو میندازه جلو، اسرائیل وارد بشه، عملیات نظامیش رو شروع بکنه، پدافندای جمهوری اسلامی رو بزنه، سرکوبگرا رو بزنه و بعد حالا شروع کنه شخم زدن نیرو پایگاه‌های جمهوری اسلامی، چه از نظر نظامی چه از سایر مسائل.
و با زدن اونها آماده بکنه که شرایط امنیتی کشور رو به شکلی که آمریکا بتونه آزادانه تر، با برنامه دقیق تر و با نیروهای بیشتر وارد عمل بشه، به صورت مخفیانه کارهای خودش رو پیش ببره و بتونه خامنه ای رو دستگیر یا به قتل برسونه. این کاریه که آمریکا خواهد کرد که پایان جنگ خواهد بود و با پیروزی مردم در خیابان همراه خواهد شد که باید حالا میگم طی ساعتهای آینده ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. اما این که الان کشورهای اروپایی، عربستان یا حالا سایر کشورهای عربی اگر بپیوندن به اینکه سپاه پاسداران رو میخوان به عنوان گروه‌های تروریستی معرفی بکنن، این به نفع مردم ایران شاید در ظاهر باشه، اما در عمل به نفع همون کشورها هم خواهد شد. چرا که بعد از اینکه حکومت در جمهوری اسلامی عوض بشه یا کشور ایران دارای حکومتی مردمی بشه، این مزدوران جمهوری اسلامی همشون به دنبال فرار از کشورن. چرا که تمام این مزدوران دستشون به خون مردم ایران آغشته است که اگر بخوان در کشور بمونن باید دادگاهی بشن و تا آخر عمرشون رو پشت میله‌های زندان بگذرونن. در نتیجه به دنبال فرار از کشور خواهند بود. اینکه ترکیه میاد و میخواد مسیر حائل در مرز خودش با ایران به وجود بیاره که ایرانی‌ها به اسمن ایرانی‌ها نتونن به ترکیه فرار کنن، برای فرار ایرانی‌ها نیست، برای فرار مزدوران جمهوری اسلامی، چون ترکیه نمیخواد که این مزدوران مسلح وحشی وارد کشورش بشن. عربستان هم با تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران عملاً دیگه جلوی ورود این مزدوران جمهوری اسلامی به عربستان رو خواهد گرفت. میمونه کشورهای عراق، عربستان، لبنان، سوریه و حالا قطر و سایر کشورهای حاشیه خلیج فارس. اگر اونها هم بیان سپاه پاسداران رو به عنوان گروه‌های تروریستی معرفی بکنن، بدون شک بهتره برای خودشون، چرا که این تروریستا دیگه قادر نیستن وارد کشورهاشون بشن و اتفاقاً به نظر من این کشورها دقیقه 90 این کار رو خواهند کرد، ولی الان اگرم نکنن دلیلش اینه که میخوان هنوز پولهای این مزدوران به حسابهای بانکی در اون کشورها منتقل بشه، چون به محض اینکه این کشورها سپاه رو بزنن توی لیست تروریستی، اولین کاری که میکنن اینه که بیان حسابهای بانکی اون مزدوران رو که سپاهی هستن بلاک بکنن توی کشور خودشون. اون پولها بلوکه میشه، احتکار میشه، حتی میتونه توسط اون کشورها و حاکمان اون کشورها بالا کشیده بشه و بذارنشون پولها رو توی جیب خودشون، که بعیدم نیست قطر آخرین کشوری باشه که این کار رو بکنه، چون حکومت و حاکمیت قطر یک حاکمیت پول دوسته. اما بریم سراغ مسئله اصلی یا موضوع اصلی که میخوام امروز راجع به اون صحبت بکنم: مسلح شدن مردم. آیا بهتر است که مردم در ایران مسلح بشن یا خیر؟ ببینید، برای مسلح شدن دو تا راهکار وجود داره. یا اینکه یک سری گروه های چریکی به وجود بیاد که کارهای تروریستی انجام بدن در داخل کشور، یا اینکه مردم مسلح بشن در اعتراضات خیابانی، بیان و مسلح باشن، اگر مزدورا اومدن جلوشون بخوان از خودشون با سلاح گرم، سلاح جنگی دفاع کنن. من این دو موضوع رو بررسی میکنم که آیا شدنی هست در این زمان کوتاه یا خیر. این که مردم بیان حالا یک سری سازمان‌های چریکی توشون به وجود بیارن در عرض چند روز عملاً غیر ممکنه. اگر که بخوایم قبول بکنیم که همچین اتفاقی بیفته، چند تا گروه و سازمانی رو میشناسیم از مردم ایران که امروز به عنوان گروه‌های چریکی شناخته شدن در دنیا. به جز یک گروه، من گروه دیگری رو نمیشناسم که حالا اسمشون هم نیاریم خیلی بهتره، مهمم نیستن. اما اگر که بخوایم اجازه بدیم که همچین اتفاقی بیفته، عملاً داریم اجازه میدیم که این گروه تروریستی
که همه ما میدونیم اسمش چیه و پیشینش چیه، وارد عرصه و مبارزه بشه. پس اگر نمیخوایم که حالا این گروه مجاهدین خلق وارد عرصه مبارزاتی ما بشن و بخوان به نفع منافع خودشون سوء استفاده بکنن، نباید اجازه بدیم که گروه‌های چریکی در کشور فعال بشن. چرا که بازه زمانی مردم ایران کوتاهه. توی این بازه کوتاه نمیشه آموزش‌های فردی رو بهشون داد و ازشون به نفع مردم استفاده کرد. فقط وجود یا قبول کردن این موضوع میتونه باعث بشه که گروه‌های چریکی مثل مجاهدین خلق بتونن نفوذ پیدا بکنن در اعتراضات داخل و در نتیجه به نفع خودشون مصادره بکنن هر اتفاقی که میافته. پس این موضوع رو بذاریم کنار. هر کاری که میخواد به صورت انفرادی، شخصی، کسی خودش آموزش دیده است بره انجام بده به عنوان یک گروه مردمی انفرادی، دستش در نکنه، در خدمتش هم هستیم. همونجوری که طی حالا روزهای گذشته دیدیم اتفاقاتی هم افتاده در این زمینه و افرادی حالا که مزدور بودن برای جمهوری اسلامی توسط سلاح گرم خونسا شدن که حالا مردمی بودن، زیر پرچم یا بیرق گروه خاصی نبودن، ولی مردمی بودن که مسلح بودن و انتقام گرفتن از مزدوران جمهوری اسلامی که این میتونه بسیار مفید هم باشه، ولی به عنوان گروهی و سازمان یافته نه. اما اگر که به غیر از این بخوایم اون بخشی رو در نظر بگیریم که مردم مسلح باشن در راهپیمانی ها یا اعتراضات خیابانی خودشون، شما فرض کنید در همین اعتراضات یا فراخوانی که شاهزاده رضا پهلوی برای 18 و 19 دی ماه داده بود، افرادی مسلح در بین مردم حضور داشتند. از مردم، یعنی مردم مسلح شده بودند و مسلح با سلاح‌هایی مثل کلاشینکوف، مثل حالا سلاح‌های متعارف دیگه مثل حالا جسه دیگه به جز ارتش ایران جای دیگه نداره، ولی حالا همون کلاشینکوف یا سلاح‌های آمریکایی حتی یا سلاح‌های اسرائیلی مثل یوزی در دست یا شاتگان در دست توی خیابون در کنار سایر مردم. حالا اگر که در بین این افرادی که ایرانی هایی که مسلح شدند و در مقابل حاکمیت ایستادند، حاکمیت جمهوری اسلامی که همیشه نشون داده در اعتراضات لباس شخصی های بسیاری رو در بین مردم داره، اون لباس شخصی ها رو مسلح بکنه، چجوری ما میخوایم تشخیص بدیم که این کسی که مسلح هست از مردمی هست که مسلح شده یا از لباس شخصی هایی است که مسلح شده؟ از کجا میخوایم بفهمیم؟ و اگر که اون لباس شخصی یک نفر از مردم رو مورد هدف گلوله قرار بده و بکشتش و بگه اون لباس شخصی بود، چجور میخوایم ثابت بکنیم که راست میگه یا دروغ داره میگه؟ و اگر به اون بخواد حالا یک نفر لباس شخصی دیگر رو، حالا مردم عادی رو با اسلحه رو بزنه، اگر ما هم که اسلحه به دستیم اونو بزنیم، یکی دیگه هم ما رو بزنه، این وسط در بین مردم درگیری به وجود میاد بدون اینکه بدونیم چه اتفاقی افتاده. وقتی در بین مردم یک لباس شخصی شلیک بکنه، رگبار رو ببنده، حتی اگر سایر مردم هم بخوان اون رو بزنن، از دید بقیه که متوجه آغاز اتفاقات نبودن نمیفهمن چی شده و همین اتفاق باعث میشه که در درون جمعیت که مردم هستن اکثریتشون درگیری به وجود بیاد، کشت و کشتاری به وجود بیاد بدون اینکه سودی رو برای مردم داشته باشه. و با وجود یک لباس شخصی مسلح طرفدار جمهوری اسلامی در بین صدها یا هزاران ایرانی میتونه اون هزاران ایرانی رو به جون هم بندازه بدون اینکه سود و منفعتی مردم ببرن. تعداد زیادی هم توسط خود مردم این وسط کشته خواهند شد، چرا که وقتی که تیر شلیک شد دیگه معلوم نیست که این تیر از طرف
خودی بوده یا غیر خودی. چرا؟ چون که مردمی که اسلحه به دست هستند یا در بین اون افراد مسلح هستند آموزش دیده نیستند. اون افراد و مزدوران لباس شخصی جمهوری اسلامی آموزش دیدند، میدونند که باید چه کار بکنند، میدونند که اگر شلیک کردن بعد به چه شکلی باید صحنه رو ترک بکنن که اون درگیری ها به وجود بیان ولی خودشون آسیبی نبینن. اون افراد لباس شخصی مسلحی که در بین مردم هستند و آموزش دیده هستند همدیگر رو میشناسند، میدونن که کی به کیه، کی کجاست، با برنامه این کار را دارن انجام میدن. در صورتی که مردمی که مسلح هستند و آموزش دیده نیستند نمیدونن اون افراد دیگری که اسلحه به دست هستند آیا خودی هستند یا غیر خودی. پس اگر میخوایم از خودمون دفاع کنیم نباید با سلاح‌های متعارف جنگی این کار رو انجام بدیم. میتونیم سلاح‌های دستسازی رو بسازیم و از خودمون دفاع بکنیم، مثل اعتراضاتی که تا امروز داشتیم. کوکتل مولوتوف واقعا سلاحیه که مختص معترضینه. کسی که کوکتل مولوتوف دستش باشه از مردمه، از جمهوری اسلامی نیست. ولی کسی که دستش شاتگان باشه به احتمال خیلی زیاد ممکنه که از حکومتی ها باشه، مگر اینکه اون اسلحه رو در همون اعتراضات از یک مزدور گرفته باشه و بر علیه مزدورای دیگه بخواد استفاده بکنه، که این مشخص میشه. چرا که در اون اعتراضی یا تجمعی که اون اسلحه رو این افراد به دست گرفتن از مزدور، بالاخره عده‌ای وجود داشتن که این فرد رو دیدن که با یک مزدور درگیر بوده و تونسته او رو خلع سلاح بکنه و شناس میشه در اون تجمع که این فرد مسلح از ماست نه از حاکمیت. پس باید این مسائل رو ما در نظر بگیریم. فقط به صرف این که بگیم که مردم مسلح بشن به نفع مردمه و مردم اگر مسلح بشن میتونن در مقابل حاکمیت بایستن، جواب من بهشون خیر هست. اگر مردم مسلح بشن تلفات مردمی بسیار بیشتر میشه از تلفات جمهوری اسلامی، چرا که راحت میشه در بین اون اعتراضاتی که مردمی در بین سایر شهروندا مسلح هستند، به خاطر اینکه آموزش دیدگی وجود نداره، به خاطر اینکه شناختی بینشون وجود نداره، این درگیری ها رو به وجود آورد و مردم رو به جون هم انداخت. این موضوعیه که باید بهش توجه کرد. اما دوست عزیزی که پرسیده این که گفته شده نظام تصمیم داره در صورت حمله آمریکا اقدام به منفجر کردن مدارس نموده و آن را به گردن آمریکا بیاندازد، لطفا اطلاع رسانی کنید تا مردم به مدارس و پناهگاهی که نظام معرفی نروند. این یک موضوع درسته. بارها من نمیدونم الان مردم ایران یا خانواده در ایران به چه شکل و به چه امیدی فرزندان خودشون، عزیزان خودشون رو به مدارس میفرستند. مدارس جمهوری اسلامی که پایگاه‌های استفاده مزدوران جمهوری اسلامی از اونهاست، ناامن‌ترین نقطه در روی کشور ایرانه. مدارس و مساجد، اگر نزدیک اینجا هستید سعی بکنید از خونه خودتون رم برید جای دیگه‌ای مستقر بشید، چرا که هر لحظه ممکنه که این مدارس که پایگاه‌های مزدوران جمهوری اسلامی است که تصاویر بسیاری از این موضوع منتشر شده و همچنین مساجد که باز هم پایگاه‌های مزدوران جمهوری اسلامی بوده مورد هدف قرار بگیره. اگر که نمیخواین به خودتون، فرزندانتون و عزیزانتون آسیبی وارد بشه، از رفتن اونها به مدارس خودداری بکنید. اگر منازلتون نزدیک و چسبیده به این اماکن هست، منازل خودتون رو هم به من توصیه میکنم که ترک بکنید و خونه عزیزانتون، سایر عزیزانی که خونه هاشون فاصله دارن از این مساجد و مدارس، برید و در اونجاها فعلا ساکن بشید، چون هر لحظه، دقت کنید، هر لحظه ممکنه که عملیات نظامی علیه جمهوری اسلامی آغاز بشه. پس
اگر که نمیخواین که حالا بلایی سر عزیزانتون بیان، مخصوصا فرزندانتون، اجازه ندید که اونها به مدارس برن. جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد. این یک واقعیتیه که دیر و زود داره، اما سوخت و سوز نه چی نداره. برای همین پس دقت کنید به این موضوع که فرستادن فرزندانتون به مدارس به معنای اینه که هر لحظه ممکنه کشته بشن. پس اگر عزیزانتون رو دوست دارید، اجازه ندید که اونها به مدرسه برن. اما پناهگاه هایی که در سطح شهرها دولت گفته برای مواقع جنگی قرار در نظر بگیرن، گفتن که یک سری پارکینگ ها رو میخوان به عنوان سنگر در نظر بگیرن. مردم به نظر من اصلاً به جمهوری اسلامی اعتماد نکنن، چرا که جمهوری اسلامی طبق اخباری که درس پیدا کرده با این هدف که اگر حمله نظامی شروع شد آژیر بزنه، مردم رو بکنه توی این پارکینگ ها و در پارکینگ رو روشون ببنده و اونجا مبهوسشون بکنه تا اونها نتونن در خیابان بعد از پایان عملیات نظامی حضور پیدا بکنن و بتونن خیابانها رو فتح بکنن. یعنی عملاً میخواهند پارکینگ های مراکز شهری رو به زندانهایی برای مردم ایران تبدیل بکنن، اونها رو در اون پارکینگ ها مبهوس بکنن تا جلوی قیام احتمالی مردم پس از آغاز عملیات نظامی رو بگیرن که امیدوارم این اتفاق نیفته، مردم آگاه باشند و بتونن جلوی این اتفاق رو بگیرن. اما دوست عزیز که گفتید که در آن صورت لباس شخصی های مسلح میشن و به اسم مردم قتل عام، دقیقاً همین بود که من هم گفتم، چون لباس شخصی هایی که بین مردم هستند 100% اگر مردم مسلح بشن، بعد از اگر یک از مردم مسلح بشه نفر دوم اون لباس شخصی هان و میتونن راحت بیان در بین مردم تفرقه ایجاد بکنن، چون اونها آموزش دیدن، همدیگر رو میشناسن و میتونن راحت در بین مردم تیراندازی بکنن، بندازن گردن لباس شخصی ها و این تفرقه افکنی ها در بین مردم باعث بشه که درگیری داخلی به وجود بیاد. چرا که بخوایم از بعد نظامی هم در نظر بگیریم، فرض میکنیم که عملیات نظامی بر علیه جمهوری اسلامی آغاز شده، آمریکا یا اسرائیل اومدن حملات خودشون رو شروع کردن، مسئولین رو زدن، سر جمهوری اسلامی رو زدن، خامنه ای رو فرزندانش رو کشتن، اما جمهوری اسلامی هنوز سرنگون نشده. فرض میکنیم که مردم به قیام بلند شدن، در خیابانها حضور پیدا کردن، اما مسلح هستند و حالا یا غیر مسلح، دو حالت داره دیگه. این اتفاق افتاده، مردم هم اومدن توی خیابون، حالا یا مردم مسلح هستند یا غیر مسلح. اگر مردم غیر مسلح باشند بعد از اینکه جنگ آغاز شده، مطمئناً پهپادهای شناسایی آمریکا و اسرائیل روی آسمانهای ایران در حال گشت زدن هستند و مردم رو میبینن که در خیابان در حال اعتراض هستند، مزدوران جمهوری اسلامی را میبینن و اگر جایی تجمعی از مزدوران ببینن مطمئنا بهش حمله میکنن و اونها رو نابود میکنن. اما اگر مردم مسلح باشند، این پهپادها اگر ببینن در جایی در بین مردم درگیری وجود داره، چجوری میخوان شناسایی بکنن که کدوم یکی از این لباس شخصی ها مزدور هست که اسلحه به دسته که بخوان بزننش؟ مطمئن باشید اگر به اسم اینکه مردم مسلح بشن اصلا بخوایم بهش فکر بکنیم، مطمئن باشید اگر که قیام میلیونی شکل بگیره، ما هیچ یگان ویژه‌ای در مقابل مردم نخواهیم دید. تمام مزدورای جمهوری اسلامی با لباس شخصی و مسلح در بین مردم حضور پیدا میکنن، همدیگر هم میشناسن، مردم رو قتل عام میکنن بدون اینکه توسط پهپادهای آمریکایی و اسرائیلی شناسایی بشن و بخواد بهشون ضربه‌ای وارد بشه. پس مسلح شدن مردم در این لحظه
بزرگترین خطاییه که مردم ایران میتونن انجام بدن. اصلا نباید به این موضوع حتی پرداخته بشه که این تفکر به وجود بیاد که ممکنه مردمی مسلح در بین مسایر معترضین وجود داشته باشه. اصلا خطرناکترین اتفاق ممکنه این موضوع، چرا که میگم بعد از آغاز عملیات و حضور مردم در خیابانها، این که اون پهپادهای شناسایی آمریکا و اسرائیل بتونن موضوع رو شناسایی بکنن، مهمترین مسئله‌ایه که ما مردم ایران باهاش مواجه خواهیم بود. پس اگر که بتونن اونها لباسهای مخصوصی داشته باشن، قابل شناسایی میشن توسط این پهپادها و میتونن حذف بشن با موشک‌هایی که میتونن این پهپادها بهشون شلیک بکنن. اما اگر که لباس شخصی داشته باشن و در بین مردم به صورت ناشناس قرار بگیرن و مردم نسبت بهشون عکس‌العمل منفی نشون ندن، فکر کنن که از خودشون هستن و فقط مسلحن، در اون زمان قابل شناسایی برای پهپادهای اسرائیلی و آمریکایی هم نخواهند بود و میتونن از دل مردم به مردم ضربه بزنن و باز هم دست به قتل عام مردم بزنن، حتی شاید بیشتر از اتفاقی که در 18 و 19 دی ماه افتاد که تقریبا میشه گفت بالای 80,000 نفر ایرانی توسط مزدوران جمهوری اسلامی به قتل رسیدن و این آمار لحظه به لحظه و روز به روز هم بیشتر میشه، به خاطر اینکه خیلی ها که دستگیر شدن توسط جمهوری اسلامی به قتل میرسن و تیر خلاص بهشون زده میشه. روزانه 10 نفر یا شاید 100 نفر توسط جمهوری اسلامی در حال قتل عام هستند. همین روزهایی که اطلاع چندان از عزیزان خودمون نداریم که در کجا حضور دارن و به چه شکلی در حال فعالیتن یا دستگیر شدن و در کجا به سر ببرن. پس باید خیلی مراقب باشیم که این آتو رو ندیم به مزدوران جمهوری اسلامی که بتونن مخفیانه با لباس شخصی اسلحه به دست بگیرن. اگر از لباس شخصی در بین تعدادی حالا مزدور با لباسهای مزدوری باشه، اون مشخصه، مشکلی نیست. تا الان هم اینجوری بوده، لباس شخصی هایی در بین مزدوران بودن که مسلح بودن. اما اگر که هیچ لباس یگان ویژه‌ای تن کسی نباشه و همشون لباس شخصی تنشون باشه و در بین مردم باشن، دیگه قابل شناسایی نیستن و اون میتونه بسیار خطرناک باشه برای ما مردم ایران که میخوایم برای آیندهمون یک کاری رو انجام بدیم. اما دوستانی که در لایف هستن اگر سوالی هست بپرسن، من بین حالا موضوعاتی که هست بهشون حتما پاسخ خواهم داد و خوشحال میشم که این اتفاق بیفته. اما بذارید من یک نگاهی بکنم ببینم که از جلسه اتحادیه اروپا خبری منتشر شده یا که خیر. آیا تونستند سپاه رو به طور رسمی دیگه بذارن توی لیست گروه‌های تروریستی یا نه؟ که نه، هنوز که خبری نیست. اما ترور آلارم، همین خبری که عنوان کردم، موضوع 24 ساعتی که ترامپ به عنوان ددلاین به جمهوری اسلامی داده رو که از طرف آکسیوس بوده، ترور آلارم هم 21 ساعت قبل گفته. یعنی چیز زیادی دیگه عملا از این 24 ساعت نمونده و امشب این 24 ساعت به پایان خودش میرسه که حالا باید منتظر موند و دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. ممکنه که امشب ساعت 0 باشه، شب جمعه هم هست. اگر یادتون باشه عملیات نظامی اسرائیل بر علیه جمهوری اسلامی هم جمعه صبح آغاز شد، یعنی پنجشنبه شب، و میتونه به نظر من امروز یکی از اون، حالا یا امشب یکی از اون شبهایی باشه که بهتره با یک چشم باز بخوابیم، چون هر لحظه ممکنه اتفاقاتی بیفته که
تاریخ ایرانمون رو تغییر بده، همونجوری که 18 دی‌ماه و 19 دی‌ماه با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی آینده ایران ترسیم شد، امروز هم میتونه آغازی باشه بر ساختن آینده ایران، که حالا باید ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد طی ساعت‌های آینده و آیا این التیماتوم 24 ساعته صحت داره، که اگر صحت داشته باشه میتونه آغاز پایان جمهوری اسلامی باشه. برای همین هم امروز سپاه پاسداران توسط اروپا در دقیقه 90 آخرین لحظات یا آخرین ساعت‌ها داره به عنوان گروه تروریستی شناخته بشه. احتمال اگر رسما عنوان بشه که در اروپا سپاه پاسداران جزو گروه تروریستیه، به احتمال بالای 90% عملیات نظامی آمریکا امشب آغاز خواهد شد، چون میگم عربستان هم سپاه رو گذاشت توی لیست تروریستی امروز صبح. این اتفاق میتونه خیلی خیلی تاثیرگذار باشه، چرا که یکی از پایه‌کارترین افرادی که به حج میرن همین سپاهیان، هر ساله فکر میکنم این سپاهیان میرن حج. این که عربستان سعودی سپاه پاسداران گذاشته به عنوان گروه تروریستی، یعنی یک دامنه بسیار گسترده ای از اون زوار حج خودش رو که میلیون ها دلار سالیانه سود داره برای عربستان رو حذف کرده. این رو دقت باید بهش بکنیم. این نکته بسیار ظریف و مهمیه به نظر من، چرا که عربستان سعودی وقتی که بیاد به پول، اون هم نه پول کمی، میلیون ها دلار پول پشت میکنه و اجازه نده که سپاهی ها وارد عربستان بشن، چرا که سپاهی ها الان در عربستان سعودی به عنوان یک گروه تروریستی هستند و ویزا دادن به تروریست ها عملاً میتونه برای عربستان خطرناک باشه. در نتیجه این کار رو نخواهد کرد که به کسانی که عضو سپاه هستند، حتی سربازان وظیفه‌ای که در سپاه خدمت کردن روزی، میتونن عضوی از سپاه باشن. افرادی که عضو بسیج هستند یا عضویت در بسیج‌های دانشجویی و دانش آموزی حتی دارن، بسیج عضوی از بخشی از سپاه پاسداران و عضویت در بسیج هم میتونه برای آیندهشون عملاً خطرناک باشه. کسانی که شاید فکر میکردن به خاطر منفعت شخصی میتونن از منافع حالا یا مزیت‌های عضویت در بسیج و سپاه استفاده بکنن، سهمیه بگیرن، بورسیه بگیرن، سود ببرن، امروز باید پاسخگوی اون سودهایی که توی این سالها به جیب زدن باشن. همون 1-2 سالی که از منفعت وجود جمهوری اسلامی در گذشته استفاده کردن، امروز میتونه براشون پاشنه آشیلی باشه که دیگه نتونن در سایر کشورها به راحتی برن و بیان و برای خودشون جولان بدن. و عربستان سعودی دیگه مکه رو برای این مزدوران سپاهی ممنوع کرده، دیگه نمیتونن برن حتی مکه دور خونه خداشون طواف بکنن و این میتونه واقعا موضوع خنده‌داری باشه برای این مزدوران سپاهی و ارزشی که هر سال راه میافتادن میرفتن عربستان به طواف کعبه. اگر عراق هم بیاد همچین کاری رو بکنه، کربلا رو روشون ببنده، دیگه خیلی جالب میشه و فکر میکنم که این اتفاق هم احتمالاً بیفته، چرا که اگر که جمهوری اسلامی سقوط بکنه، یکی از مقاصدی که این مزدوران سپاهی و بسیجی بهش فرار بکنن، احتمال خیلی زیاد عراق خواهد بود. اگر حکومت و حاکمیت فعلی عراق بخواد این تروریست ها رو به کشور خودش راه بده، میتونه سپاه رو به عنوان گروه تروریستی نشناسه. ولی اگر که نمیخواد که این تروریست ها وارد کشورش بشن و این کشور رو نابود بکنند، باید فکری بکنه و بهترین کار
اینه که همین الان تا قبل از اینکه دیر بشه سپاه پاسداران رو در لیست گروه‌های تروریستی خودش قرار بده تا این مزدوران سپاهی و بسیجی نتونن بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی به کشور عراق فرار بکنه. همونجوری که توی چند روز گذشته هم دیدیم، شاهد بودیم که به اسم کربلا تعداد زیادیشون به عراق رفتن از ترس حمله نظامی آمریکا، که میتونه این موضوع هم مفید و مثمر ثمر باشه. اما بازم بذارید من یه نگاه بکنم ببینم که خبری از اتحادیه اروپا بیرون منتشر شده یا نه. هنوز که من خبری نمیبینم از اینکه اتحادیه اروپا عنوان کرده باشه سپاه رو در لیست گروه‌های تروریستی خودش قرار دادن. نه، هنوز هیچ خبری نیست. نه. اوکی. خب تا حالا خبری نیست، ولی اگر که خبر مهمی پیش بیاد حتما به صورت ویژه لایو خواهم گذاشت برای امشب. در غیر این صورت تا فردا، یا حالا اگر حمله نظامی به امشب آغاز بشه، احتمالاً به محض اینکه خبرهای دقیق و محکمی از حمله نظامی به دستم بیاد، فردا زودتر لایو خواهم داشت، فردا صبح به وقت ایران. ولی اگر که حمله نظامی خب امشب هم صورت نگیره، طبق روال حالا چند روز گذشته همین ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران یا 5 بعد از ظهر، بین 4 تا 5 بعد از ظهر به وقت ایران لایو خواهم داشت تا حالا شرایط اینترنت در ایران بهتر بشه که برگردیم به روال عادی خودمون که یک روز پادکست صوتی در روز داشتیم و یک برنامه تحلیلی در شب. ولی خب الان به دلیل قطعی اینترنت در ایران 2 تا برنامه صبح و بعد از ظهر رو کردم. یکی ظهرها یا بعد از ظهرها 4 تا 5 بعد از ظهر برنامه خواهم داشت و اتفاقات روز رو مرور خواهم کرد. و همینم گذاشتم وسط که اونایی که هم صبح میخوام بتونن ببینن یا حالا ظهر وقت آزاد دارن بتونن ببینن، هم بعد از ظهر، نه شب باشه نه خیلی دیر نه خیلی زود. اما دیگه خبر دیگری رو من نمیبینم به جز این که گفته شده سومین ناو هواپیمابر آمریکا هم به سمت منطقه داره میاد. میدونیم که ناو هواپیمای آبراهام لینکلن که در نزدیکی دریای عمان مستقر شده، ناو هواپیمای روزولت هم در مدیترانه مستقر شده و الان عنوان شده که ناو هواپیمای بر جورج دبلیو بوش هم داره به منطقه میاد. کی اعزام شده و الان در کجا مستقر هست اطلاع دقیقی نیست، چون چند روزی است یا چند هفته‌ای بهتر بگیم که اون رادارهای خودش رو ناو هواپیمابر جورج دبلیو بوش خاموش کرده و قابل شناسایی و رهگیری نیست. هفته هاست که قابل رهگیری نیست، برای همین هم نمیشه دقیقاً گفت در کدوم نقطه مستقر شده. ولی این رو میدونیم که سومین ناو هواپیمابر آمریکا در منطقه یا حضور داره یا در حال اومدن به منطقه است. و با حالا جایگیری هایی که این ناوا کردن، به نظر من محتمل ترین گزینه حمله نظامی از سمت ناو هواپیمای آبراهام لینکلن اتفاقا نیست، از سمت ناو هواپیمابر روزولت. و اگر جورج دبلیو بوش در اون هم در مدیترانه مستقر شده باشه، از سمت مدیترانه خواهد بود، چون به نظر من فاصله مدیترانه به تهران نزدیکتر از فاصله‌ایه که ناو هواپیمای بر آبراهام لینکلن داره تا تهران، چون اون از جنوب
شرقی کشور باید وارد بشه و بیاد تا تهران، در صورتی که از دریای مدیترانه فقط کافیه کشورهای عراق و سوریه رو طی بکنه تا به مرز غربی ایران برسه و از مرز غربی ایران تا تهران فاصله کمتری داره. یعنی عملاً مسافت پروازی کوتاهتری رو هواپیمای آمریکایی نیاز هست طی بکنن که از دریای مدیترانه به تهران و پایگاه‌های جمهوری اسلامی که بیشتر در غرب کشور هستن برسن، چون در جنوب و جنوب شرق کشور عملاً چیزی وجود نداره که بخوان این هواپیما از اون سمت وارد بشن و درگیری رو داشته باشن یا کاری رو پیش ببرن. باید بیان تا غرب یا شمال غرب یا تهرانی که تقریبا در شمال کشور ایران قرار داره. برای همین مسافت پروازی بیشتر سوخت بیشتری هم مصرف میکنه و از اون طرف به خاطر وجود اون پایگاه هوایی که در اردن هست بسیار راحت آمریکا میتونه در بالای کشور اردن و کشور عراق سوختگیری‌های خودش رو انجام بده و در فاصله بسیار نزدیک از پایگاه نظامی ایران یا کشور شهر تهران پرواز بکنن و به راحتی به عراق بیان سوختگیری بکنن و باز هم برگردن. این کریدور به نظر من کریدور محتملتری برای حمله نظامی آمریکا و همچنین اسرائیل میتونه باشه تا کریدوری که از سمت دیوگو گارسیا و ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در دریای عمان و یا دریای عرب میتونه صورت بگیره. بیشتر اونها میتونن از موشک‌های که حالا موشک‌های دریاب خشکی خودشون حالا استفاده بکنن از روی ناوها یا از زیردریایی اتمی خودشون این موشک‌های تاماهاک رو شلیک بکنن که اونها بتونن بیان وارد ایران بشن و اهداف خودشون رو بزنن. ولی اینکه بخواد به صورت هوایی وارد بشن، بیشتر فکر میکنم ناو هواپیما برای آبراهام لینکلن در اون منطقه هدف حضورش فقط تحریم حداکثری دریایی و محاصره دریایی جمهوری اسلامی. کارایی بهتری در این زمینه داره تا برای اقدام نظامی و عملیاتی بر علیه جمهوری اسلامی از نظر هوایی و با هواپیماهای جنگنده. شاید بخوان نیرو دریایی جمهوری اسلامی رو هدف قرار بدن نیاز داشته باشن به هواپیماهای آبراهام لینکلن، ولی اون عملیات بیشتر بر جنوب کشور خواهد بود، نه در شهر تهران، نه برای زدن مسئولان و سران جمهوری اسلامی و مزدوران جمهوری اسلامی در شهرها. برای زدن اونا احتمالاً از ناو روزولت که در مدیترانه مستقر هست و همچنین جورج دبلیو بوش هم که احتمالاً داره به سمت مدیترانه میره یا اینکه شاید هم در مدیترانه همین الان مستقر باشه. این دو هواپیمابر در مدیترانه میتونه بسیار ضربه محکمی رو به جمهوری اسلامی بزنه به خاطر فاصله کمتر و همچنین مسیر دسترسی و کریدور هوایی آسانتری که در مسیر خودشون دارن برای رسیدن به اهدافشون در جمهوری اسلامی و کشور ایران. خب دوستان عزیز که در این برنامه لایو بودید، ممنون که تا این دقیقه حضور داشتید. باز هم ممنون میشم که کانال رو اگر سابسکرایب ندارین حتما سابسکرایب بکنید، حتما زنگوله رو هم بزنید، چون خب به خاطر شرایط کشور هر لحظه ممکنه اتفاقاتی بیفته که مجبور باشم لایو های غیر حالا یا برنامه های غیر اعلام از قبل بذارم. مثلا خب معمولا من 1-2 ساعت قبل از لایف ها نوتیسش رو میذارم که چه ساعتی برنامه لایف هست، ولی اگر که بعضی وقتا برنامه یا خبر سریعی منتشر بشه که مجبور باشم به صورت فوری لایو بذارم، خب متوجه
نمیشید که اگر زنگوله رو حتما بزنید خیلی سریع به شما اطلاع داده میشه که بتونید در برنامه حاضر بشید و ممنون میشم که برنامه ها رو اگر پسندیدید با دوستان خودتون هم به اشتراک بگذارید و به من کمک کنید که ویدیوها بیشتر دیده بشن. خب میدونید که اینترنت ایران قطع هست و امیدوارم این شیر کردن ها میتونه به من هم کمک بکنه که ویدیوها بیشتر بازدید بشن و دیده بشن، چون به خاطر همین موضوع قطعی اینترنت خب اون ایمپرشن کانال خیلی افت کرده که باعث میشه ویدیوها ریکامند نشن به سایر دوستان و شیر کردن شما، لایک کردن، کامنت گذاشتن شما دوستان عزیز میتونه کمک بکنه که ویدیوها دوباره توی اکسپلور قرار بگیرن و به دوستان بیشتری هم پیشنهاد بشن برای دیده شدن. باز هم از وقتی که گذاشتید و حضور پیدا کردید در برنامه سپاسگزارم از شما دوستان عزیز. امیدوارم که پنجشنبه خوبی رو داشته باشیم و امیدوارم واقعا این التیماتوم 24 ساعته ترامپ مثل اون التیماتوم 2 ماهه ترامپ باشه و واقعا امشب شاهد حضور ناوگان آهنین و فولادین آمریکا در آسمان ایران برای هدف قرار گرفتن مزدوران جمهوری اسلامی باشیم و بتونم با خبرهای بسیار خوب در خدمتتون باز هم باشم و از کشته شدن این مزدوران بهتون خبر بدم. خب دوستان عزیز، به پایان این برنامه رسیدیم. مثل همیشه پاینده ایران، جاوید شاه. بدرود دوستان عزیز.